برای که کارگر دانا می شود. کارگر از 6 ماه زیاد کار کنه دزد می شود. یعنی اگر به حیات شخصی منم رسیده باشید من 1 تایم کاری من 100 تا من چی کنم؟ اوتا جان خواهش میکنم روزی مرگی من گریه نکنید، زیرا میدونم که گریه شما خیلی هم پرسوز است. ولی من مجبور نیستم که با ظلم و ستم یا اینکه ناپسندی بعضی راهبرها طاقت کنم. ولی تمام جمهور شما یا وسوسه میکند، شما یا هوس میخورد که یک بار شما بینه. نه من هم عزیزم دستی خالی نآمدم برای شما. من خواطر هستم که درخشان برای ما چی سوال آورده است، اما سوالهای ما 10 تا. رستم، یادت باشد چند سال پیش ماشین یک سراینده نامدار در راه برقصد زده بود. این عیب من نیست، عیب راهبرهای من است که مرا درست کار فرموده نمیتوانم. اول سوال من جواب میدید، بعد من سوال شما میشود. حاتمی تای درخشان گید هر چیزی که تولد کنه تو فکر نمیگیره. بله و همون چوبک گوگی رو هنگامی زدن علاقه آنها از خانه ما دور شدند. میگه که چرا در کدام شبکه یا اینکه کارگاهی که شما فعالیت نکنید دیر نگذشته شما اونجا را ترک میکنید؟ شما بدید یا اینکه آنها؟ شرکتی صوف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش، برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریاز و زیاد کردن قوای مردانگی و بیماری پوست داروها با نمودی کپسول الهدایا و روغن سیاه‌دانه که به صدها در دوا هستند پیشنهاد میکنند. داروهای بتیا، پروتئین و گنرهای صوف سودا حتما به درد شما دوا میبخشند. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید درخواست نمایید تخفیف واگیر را به دست میارید و همچنین با تیک توک صوف سودا ابونه شدن رو فراموش نسازید. دستاوکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. شتابید تا دیر نمانید. رقم‌ها در روی اکران. سلام ای آنه که این لحظه ها ما رو چشم به چشم تماشا دارید. برنامه ما عنوان دارد روبرو. در روبروی شما هستم من رستم عظیمی. میدونید دوستان عزیز و خیلی مطمئن هستم که ما رو انتظار شدید و انتظار بودید که کی برنامه جدیدی ما پیشنهاد شما میگردد و اینک شروع میگردد. برنامه ما با مهمان عالی، هنرپیشه، ترجمان، روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیون درخشان ارتیق. بیا دوستان عزیز یک و یک درخشان ارتیق رو با برنامه روبرو خوش آمدید میگویم. خوش آمدید. سلامت باشید. اولا خوش آمدید نی. هیچ کس به خانه خودش خوش نمی آید. من در این خانه میزبانم و من هیچگاه خودم را مهمان نمیشمارم در این برنامه نیخترش. و دوستان عزیز رو میپرسم که به سلام کلام را آغاز کردم. من به همه شما سلام گرم و بسیار پر از مهر و محبت خودم را میرسانم. من همه شما را دوست میدارم. من بعد برابر شما این سامانه را تماشا میکنم، برنامه های رستم جان را تماشا میکنم و بسیار برنامه خوب دیدنی است. هرچند این برنامه رو بردار شده است، برنامه بانو است، ولیکن با گفتی خود رستم عظیمی در با سابق راهبرشان که گویا من این برنامه را با یک کس توفیق کردم. همین خیلی رستم جان. بله. خب البته همه میدونن که این برنامه را اولین شده، یعنی من پیش میبردم. البته که لایحه من است، برنامه من است. بله. و من تولد کردم و من به وایه رساندم. خب اینک من در این برنامه همچون برندنی و همچون راوی دعوت شدم. خب رستم جان، چون برنامه من است بله و من نیز باید به شما سوال آورده باشم یا اینکه سوال داده باشم از طبق قاعده برنامه نی. چون برنامه ما روبرو عنوان دارد من هم عزیزم دستی خالی نآمدم برای شما. من خواطر هستم که درخشان برای ما چی سوال آورده است، اما سوالهای ما 10 تا سوال در اینجا است. سوالهای کاغذ پیچ است و به درخشان پیشنهاد میکنیم. اما میبینم در دست درخشان لیفافه‌های دیگه. جولا جان اول سوال من جواب میدید، بعد من سوال شما میشود. چی میشود که یک تا شما انتخاب کرده پاسخ بدید، یک تا من؟ باشد. ممکن است. مرحمت از شما شروع کنیم اگر بهتر. تماشاچیان عزیز، یک نقطه رو باید قید کنم، چون چهره‌های سند آنهایی که در شو بیزنس فعالیت میکنند الکی میدونن که در برنامه روبرو مالی درخشان ارتیق بود و با خواهش و التماس گویم یا که با چیز دیگر درخشان اون رو به دست من توفیق کردن و بعداً حاتمی تای درخشان گید هر چیزی که تولد کنه توفیق کرده میگیره. بله من قائل میشم که در حقیقت این تولیدی انا همین پروژه یعنی لایحه از اون درخشان ارتیق بود و چون ما رو دوست می‌داشتن ما در یک کارگاه فعالیت می‌بردیم، بالاخره به دست من سپاریدن و من اون رو تا حد امکان زنده گردونیدم و پیش برده ایستادم و از این شما نمیرنجید.
نه البته سبکی برنامه بردن من یکم دیگر گونه بود. بله قائل می به شوم. طرز جدی بود. خب شما به طور خودتان یعنی که سبک شما بیشتر سبکای هجویان یا اینکه دلخوش کنندن، همون چیزی که مردم امروز میخواهند. تشکر. و انتخاب میکنیم بیاید یکم شما گیرید، چون مهمانی برنامه ما شما هستید، یک تا لیفافه رو شما گیرید. سلامت باشین. هر چیزی که گفتم دوستای عزیز این حاصل بود و چون من از دعوت شما بسیار خرسندم. بعد از اینقدر فاصله ها، بعد از اینقدر سالها، یعنی تولید دوباره من در برنامه شما، در برنامه روبرو که همین حالا روبرو با رستم عظیمی و روبرو با بیننده بسیار عزیز شما. سلامت باشین. من اگر آغاز از من باشد من نترسیده آغاز میکنم. مرحمت. خب. شما رو ژورنالیستка، اکتریسا میگن. عموما شما در کدام پیشه موفق ترید میگوید؟ بله. من به این سوال کوتاه جواب میدم. مرحمت. درست است که من در اول همچون روزنامه‌نگار نه بلکه همچون هنرپیشه یعنی به مردم معرفی شدم. خب من حذر نمی کنم، این هم هنر است و روزنامه‌نگاری هم هنر است برای من. هر دویشان فرزندای من هستند و من برای هر دویشان یعنی یک خیل میسوزم، یک خیل میسازم، یک خیل هر چیزی که در این رشته نباشد هر دویشان رو یک گونه تولد میکنم. برای من هر دویشان هم عزیزند. تو جای میدونیم شما در رادیو برنامه‌های جدید و جالب پیش می‌بردید و شاید از آنجا مشتریان زیاد رو با خود جلب کرده بودید. بله و امروز مثلا من فکر میکنم همین حالا جای رادیوی قبلی رو اینستاگرام یا اینکه یوتیوب یا دیگر گرفته است. قبلا این سامانه‌های اجتماعی که یکم فعال نبودن، مردم شاید سرفهم نمی‌رفتن، شاید مردم تلفن‌های خوب نداشتن، از چی باشد که بیشتر برنامه‌های رادیویی، نه هر برنامه‌های رادیویی، خب بعضی از برنامه‌های رادیویی خیلی شهرت داشتن، مردم مثلا نیاز داشتن، گوش میکردن، دوست می داشتن، زنگ می زدن و حتی طلب می کردن که پای درخشان 3-4 تلفن مانید که ما با شما تماس گرفته توانیم، یا اینکه اسمس ها هم خیلی لبریز می شدن، ما حتی نمی توانستیم، حتی وقت نمی رسید که همه اون رو قرائت کنیم. مردم اعتراض می برداشتن که چرا شما اسمس های ما رو نمی خونید، چرا شما به زنگ های ما جواب نمی دید، چرا شما با ما بخوری نمی گذارید. حتی یاد دارم که نابیناها تا مثلا تا دهن در رادیو می آمدن، حتی پیش محافظ ها می آمدن که یک بار درخشان رو فرار کنین ما از نزدیک ببینیم. من می فرامدم آنها رو می در آوردم داخل رادیو می بردم، آنها هرچندی که چشم نداشتن ولی با دستشان لمس می کردن همون جایی که من برنامه می بردم، لمس می کردن و می گفتن اپای درخشان تو هر روز از همینجا برنامه می بری؟ من گفتم که بله، من از همینجا برای شما خدمت میکنم، برای خوشحالی شما خدمت میکنم تا اینکه شما دنیا را با دلتان با رنگ دیگر ببینید. و یادم نمیره که شمس‌الدین زاده هر وقتی که خسته میشدم یا اینکه هر وقتی که میخواستم از این پیش دست کشم، شمس‌الدین زاده دعوت میکردن، میگفتن که درخشان ببینین امروز زندگی ما درد است، اشک است، کارخانه ما در کارخانه پرابلم است، در خانه پرابلم است، در کتاب پرابلم است، در تلویزیون و در رادیو هم اگر پرابلم باشد و اشک ریزی باشد پس زندگی ما چی معنی دارد؟ پس یک برنامه ببرید که مردم گوش بدهن و خرسند باشن، بگوین که واقعا زندگی ما رنگ دیگر باشد، اونجا خندن، رقص کنن برابر شما. و یادتون باشد اگر هنگام پخش کردن یگان سرود من حتما میگفتم که زنهای عزیز، مادرهای عزیز که راننده هایان که دانشجوها، من میدونم شما یک در سر خوراک پختن، یک در سر خوراک خوردن هستید، من شما را میگم که برقصید. من این سرود را برای شما میمونم که شما برقصید. مقصدی برنامه من یعنی خوشنود کردن مردم بود، خنده مردم بود. یعنی برای من یک تبسم یک نابینا، یک تبسم یک معیوب بسنده بود که من حتی به مزد مهنت کنم. خب سرپرستا زیاد بودن، سرپرستی میکردن، سرپرستا خودشان نزد ما می آمدن، آوازخوان‌ها خودشان نزد ما می آمدن که ما رو ببر.
به برنامه‌تون دعوت کنید، اینکه سرودی من رو پخش کنید. حتی خفه میشدن، خسته میشدن از اونی که من دعوت نمیکنم، اینکه دیگر. من فکر میکنم که به سوالم جواب کافی دادم. من در ترس و هراس قرار دارم و نمیدونم در اینجا چی نوشته شده است و میترسم که درخشان برای من چی سوالهایی با قبل کاغذ پیچ رو انشا کرده اینجا آورده. از همین اشکال ممکن مرحبا. گذشته همه ما درد دارد، غم دارد. تلخترین فاجعه زندگیتون رو میتوانید یاد کنید. گذشته ها قصه کنم. مرحبا. هیچگاه از یادم نمی رود وقتی من همگی 3 سال داشتم، وقتی که یک گروه به قول بوسمچی ها می گفتند دوران جنگ بود، به خانه ما حمله می کردن. پدرم اون زمان نبودن و یک کم از ما دور بودن. مادرم با 5 فرزندش که همگی خرد بودیم روی حوالی قرار داشت و همون گروه بوسمچی ها به قول مشتزورها به خانه ما حمله کردن و از ما طلب کردن که چی دارایی، چی گاو و مالی که دارید به ما پیشنهاد سازید، وگرنه یک تیر. مادرم گریه میکرد ولی ما دامن مادرم رو سخت محکم داشته همگی برابرش میگرفتیم. همین وقت نمیدونم مادرم چی خیلی شد که از کجای سرالکه رو آورد و با همون سرالکه که همگی شاهد بودند و در دست همون تیر و تفنگ بود، در چشم هوایی بر روی همین 5 فرزندش ریخت و همون چوبک گوگی رو هنگامی زدن علاقه آنها از خانه ما دور شدند و این زن دیوانه از پایان برآمده رفتند و این فاجعه رو هیچگاه فراموش نمیکنم و من اون زمان 3 سال که داشتم تا به حال همین حالت پیش نظرم دور نمی رود، چون میگویند کودکان خاطرهشان مستحکم است و هیچگاه فراموش نمیکنند. درست است و همین دردآور است برای من که مادرم به خاطری که ما رو از بین بردن همین کار را بوده می‌استاد. بسیار فاجعه دردآور. فکر میکنم که واقعا تمام نمی صدمه های روحی انسان از آن دوران کودکی برداشته می شود و من حیرانم که چه خیلی صدمه روحی نبرداشت است از دیدن این حادثه رستم و واقعا سرگذشته است که انسان رو با اشک ریختن یعنی وادار میکند. ولی میدونم قلم رستم جان خیلی خوب است، اگر انشا کند یا اینکه فیلم بردارد بسیار خوب میشود. خدا خواهد. و بیایید وقت رو دراز نمیکنیم و انتخابی سوالی دیگر از جانب شما میشود. مرحمت از لفافه خود گیرید. یعنی پاسخ میگویید. خب درست است، چون با دست این ششته است برای من یکم مطالعه کردن دشوار است. میگه که چرا در کدام شبکه یا اینکه کارگاهی که شما فعالیت نکنید دیر نگذشته شما اونجا رو ترک میکنید، شما بده یا اینکه اونها؟ در واقع درست میگم، تو چه ما 6-7 ماه بود همکار بودیم، پهلوی همکار میکردیم، با درخشان کار کردن برای من چقدر خوب بود. ولی من نمیدونم با چی سبب شد که درخشان اونجا رو ترک کرد. بعداً شنیده بودم که سفینه رو نیز همین گونه ترک کرده بودن، رادیو رو نیز همین گونه ترک کردن و میخوام انامی سوال رو این سیر است و فکر شما یک سیر است که من باید که این سیر رو کشم و بله. و اینک بعد از اینمی قدر ترک کردن چندین کارگاه ها من دیگر نمیتونم که در یک اونجا فعالیت کنم. چه بگم، مثل یک صدمه روحی شده است برای من که از هر کجایی که بروم باید از اونجا بروم، باید اونجا رو زود ترک کنم، یا با فرمان آنها یا با فرمان دلم که من باید زود ترک کنم اونجا رو، یا من بدم میآید که آنها من این رو گفتن نمیتونم. ولی که من برای خودم امروز همین حالا که خیلی استوارم در پای خود، من میگم که من کارگاه رو نه و با دیگران هم توصیه میدم، من کارگاه رو نه، من راهبر رو انتخاب میکنم. برای که کارگر در کارخانه رشد کند باید راهبر خوب باشد. البته طرف دارم، باید که راهبر کارگر را دلگرم کند که کارگر کار کند. اگر راهبر خوب نباشد
کارگر در آن کارخانه کار کردن نمیتواند. یعنی پس معلوم می شود که این عیب من نیست، عیب راهبرهای من است که مرا درست کار فرموده نمیتوانند، مرا درست کشاده نمیتوانند. یعنی من نمیگم که آنها کارگر خوب را از دست میدهند. کارگر همش خوب است اگر دلش را بیابی. باور کنید انسان ها همه انسان های خوبند و همه انسان یک رفتار، یک کردار، یک جزئیات دارد در ارگانیسمش، در خودش که بد است. یعنی همه ما انسان ها بدیگری داریم. اگر ما آن توگمچه را پخش میکنیم یا اینکه کسی دیگر مجبور میکند که ما اون توگمچه را پخش کنیم، یعنی توگمچه بدی رو ما در حال بد میشویم. مناسبت انسان ها هم از روی علم پسیخولوژی یعنی مثل آینه است. اگر من در چشم شما بدی را دیدم، پس من نمیتوانم خوب باشم، پس من هم میتوانم که نسبت شما بد باشم. ولی کارگر متاسفانه نمیتونه بر ضد راه براش بد باشه یا نمیتونه از جای که نان میخوره بد کرداری کند، بد کاری کند. یعنی من اینجا راهبرها رو هم متهم نمیکنم، سرزنش نمیکنم که اونها حتما بد بودن من خوب بودم. نه، من هم بعضا چیزهای بودن که خب شاید ما رو حتما راهبرم تاکید میکرد، میگفت که از ساعت کاری من استفاده نبر. یعنی به دوبلیاژ نرو، به رکلام نرو، به اینجا نرو. ولی من نمیتوانستم. من یک تایم کاری من 100 تا. من چی کنم؟ من شبانه من کار کردن نمیتوانم، به خاطر که من کودک معده دارم و باید با کودکم باشم. از ساعت 6 من باید حتما با کودکم باشم. من مادرم. به همین خاطر بعضی از چیزهایی که ما راست نمیگیریم. یعنی بعضی کارگرهای طاقت میکنن که اونها واقعا مجبورن، ولی من مجبور نیستم که با ظلم و ستم یا اینکه ناپسندی بعضی راهبرها طاقت کنم. من با همه راهبری هستم که اون راهبری من است و مرا پیش از همه احترام میکند. من برای اون راهبر جانم رو میدیم. مثلا شمس الدین زاده امروز راهبر یکی از شبکه‌های تلویزیونی جهانما هستند. اگر همین کس هر کجا که روند من میروم. افسوس که صدای من به جهانما درست نمیگیرد. چندین بار استاد مرا دعوت کردن که همکاری کنن ولی من نرفتم. به خاطر که آواز من با مثلا ژانر خبری درست نمیگیرد، موافقت نمیکند. من در رادیو با اون کس کار کردم. چندین مثلا برای کارگر اون کس به حد آزادی میدهند. حتی هر روز شنبه، هر روز روزهای عید اون کس حتما خودشان نه کارگر رو، یعنی برای کارگرشان عید فراهم می آوردن. حتما یکون طرف خونه رو یعنی کرایه میکردن، میگفتن بچه ها رو دم بگیرید یا خودشون هم میرفتن میرقصیدن، همراهیمون می نشستن میخوردن، سخن میکردن. مثلا اگر بیان که طبی کارگرشان خیره باشد اگر میگفتن درخشان پیش من دارید. وقتی که من وارد میشدم میگفتن ای معلمه شما بهترین، شما چه کارگری زور، نخوا شما زیخ شوید. ببینید تمام جمهور شما وسوسه میکنند، شما هوس میخورد که یک بار شما ببینن، نخوا شما زیخ شوید. چی کم بودی دارید؟ میگم استاد هم خیلی کم بودی دارم، برای همین تبم خیر است. شما روید برنامه برید، من این مشکلی شما همچه راهبر حل میکنم. شما از برنامه بیرون میایید که مشکلی شما حل است. تمام تبتون بالیده هن استاد، روید از پس کار شوید. من بیرون میایم، از برنامه بیرون میایم که در کانورت همون چیزی که من میخواهم، همون چیز هستن که مشکلی ها که بدون مبلغ حل میشدن خودشان به واسطه زنگ میزدن میگفتن که همین معلمه زیر دست من است، خواهش میکنم شما همین کار همین معلمه را حل کنید. خودشان از بجای من، یعنی مشکلی کارگر راهبر باید حل کند. با مشکلی کارگر باید راهبر هم مشکل باشد. اگر شما مشکل راهبر کارگرتان نمیفهمین، حل نمیکنید در جاش، کارگر با مشکلیش نمیتونه برای شما کار کنه. این سبک خارجی است. و دوم چیزی که میگم، در خارجه کارگر رو از 6 ماه زیاد استفاده نمیبرن. برای چی؟ برای اون که کارگر تمام سر و اسرار کارخانه رو میفهمد. کارگر چه مبلغ دزدی کار کردن رو میفهمد. کارگر دوست پیدا میکند، کارگر رفیق پیدا میکند. به همین خاطر آنها کارگر رو از زیاد از 6 ماه کار نمیفرمایند.
برای که کارگر دانا می شود. کارگر از 6 ماه زیاد کار کنه دزد می شود. برای همین و من هم از 6 ماه زیاد نمیتونم در یک کارخانه کار کنم. خسته میشم از قاش و قواقی یک نفر دیگر، از مثلا قلمسه و گپای تلخ و کوترمه یک راهبر دیگر که من نمیتونم. من یا برای خودم کارخانه میسازم یا اینکه زیر دست هیچ کس شدن نمیتونم. ولی ما یک بحث کرده بودیم که درخت در یک جامعه سبزت درخشان در همین ادامه گفت من با یک شته با همین سخنی من زدند و گفتند که نه درست. همون یک متلی بچه ها گوش کنین، یک متلی کهنه شده که پیاز در یک جا کن میگیرد، باز کدوم متل درخت در یک جا میسه. بچه ها این متل کهنه شدن از بر این فکرها گذارین. این فکرها دیگر کهنه شدن، اینا فکرهایی که دیگر لازم نیستن. در یک زمان مثلا استفاده می شدن این چیزا. حالا زمان این نیست که پیاز در یک جا می سبزد، درخت در یک جا می سبزد. نه برادران، روین آزادین. دولت دموکراتی است. هر کاری که میکنین، مثلا هر راهی که دارین، راه ها رو برای شما نبستن. من ایزا نمیکشم، من شرم نمیدارم که من 6 ماه در یک جا کار میکنم. من فخر میکنم. اگر من در یک جا مثل کارگرهای دولتی، خب من نمیزنم، در یک جا می نشستم، من موفق نمیشدم، من صاحب چیزی نمیشدم. من امروز چی بگویم، بسیار مشکلی های داشتم که سن 2 سالم میرفت، هنوز از پس خریدن کم کدام چیزی کلان یا اینکه چیزی میشدم. ولی من فکر اینها را در جوانی هم کردم. شکرانه که من از هیچ چیز کم نیستم. برای همین توصیه میدم این متل های کهنه شدن. پیاز در یک جا کن میگیرد. داوید تلاش کنید، اینجا نشد، در اینجا نشد، در دیگر جا زنید، در اینجا را بستم برایتون، حتما در دیگری هست که آن در گشوده است. به همین خاطر روح شکسته نشوید. همه وقت باید که انسان به پیش بدود. شما فکر میکنید که راه ها یا درهای شما رو مثلا مخصوص میبندن درهای شما رو که دروازه های کاری شما رو که مخصوص میبندن که بگذار از گشنگی بمیرد، بگذار هیچ کس باشد، بگذار شهرتش پس شود، بگذار همین خیلی مرده رود. دشمنن. مثلا بعضی ها غرور دارن، مقصد دارن، ولی از این باید روح افتاده انسان نشود. صدها در دیگر باز هست که ما انسان ها باید چشم داشته باشیم که اون راه ها را دیده تواند. یک مثال پسیخولوژی دیگر است که من برای همش بیننده ها میگویم. در یک داخل بیتان، مثلا داخل 4 دیوار، پسیخولوگ ها برای انسان را سرش را سنجیدن داخل اون بینا میگذارن، همه جایش رو محکم میکنن، ولی اونجا در هست. یک نمود زردیواری میزنن که در آنجا معلوم نیست، اما در هست در آنجا، ولی این نفری که در داخل این بنا است آن در رو نمیبینه. میگن که در رو بیا و داخل این بنا شو. اون نفر هم قدر فکر میکند هیچ کجای در نیست، یگان روشنی نیست که این انسان وکند. باز میگن که تو فکر کن، اونجا راه هست. ما میگیم که راه هست، در هست، چراغ هست آنجا، مثل همون خانه که همه ما داریم. ولی این انسان میشیند و فکر میکنه. میگه فکر نکن، حرکت کن، فقط حرکت کن که تو اون در رو یابی. اگر تو حرکت نمیکنی پس تو یافته نمیتوانی اون در رو. این انسان دیگر مجبور میشود که با لمس کردن راه را بیابد، شروع کند. خب لمس میکند یک جا را که در خودش گشوده میشود. و واقعا وقتی که چراغ ها گران میشوند، زردیواره یک خیره است، اون در را نمیبیند. معنیش چی است؟ انسان باید راه ها اگر در چشم ما بسته هم باشند، در دل ما باید گشاده باشند. ما باید خسته نشویم که اون راهبر کارخانه دارد، ما را شما کوشش کنید کارخانه شما را اگر از کارخانه شان راندن، کوشش کنید که کارخانه داشته باشه. کوشش کنید که کارخانه بسازید برای خودتان که دیگر هیچ کس و هیچ وقت شما را از کارخانه رانده نتواند. بله. و من همین مقصد را دارم. اگر 2 بار و 3 بار و 10 بار مرا رانده باشند، این بار در هیچ کدامشان را نمیکوبم. من این بار برای خودم
کارخانه میسازم که هیچ کسی دیگر مرا از آنجا نراند. بهترین درست است و همین توصیه درخشان بود که چون این کس رو من همچون معلمه اعتراف کرده بودم، باوری داشتم و هر یک سخنش رو گوش میکردم و بالاخره همین سخنهای همین باعث گشت که من بیایم آفیس خود رو گشایم، کانال شخصی خود رو گشایم در یوتیوب و با همراهی بچه‌ها سوابود به قول کار کنم و از این افتخار دارم. بله، چندین جوان‌ها بودند که در زندگیشان ناکام بودند، ولی من توصیه دادم که بیدار شوین، هنوز وقت دارین. یک دخترک دیگر رو هم تو یاد داره و آن دخترک امروز صاحب ماشین است، صاحب خانه است، صاحب همه چیز، شوهر است، ولی وقتی که وارد کارخانه میشد با یک حالی بد راهبر سرزنش میکرد، کارگر سرزنش میکرد، همه واقعا سرزنش میکردن که کارگر خوب نیست یا اینکه دختر خوب نیست، دیگر نیست. یک روز من شیناندم در کرسی و سخت جنگ کردم که بیدار میشوی، هر چیزی که من میگویم با همون راه میروی ولی در آخر موفق میشوی. یعنی با اون راه نیست که او با راه بد، با راه کج راه رود، راه راست، راه کار، راه هنر، راهی که واقعا انسان نان حلال میخورد از آنجا. بله، و امروز من افتخار میکنم که این شاگردی عزیزی ما در یکی از کارخانه‌های دولتی کار و فعالیت میکند و اگر ما رو تماشا میکنه علاقه پای میبرد که ما درباره او گپ زدی شده. تشکر. خب این نوبت شما است. نوبت من است. بله. سوال دیگر چنین است. رستم، یادت باشد چند سال پیش ماشین یک سراینده نامدار در راه برقصد زده بود. چه خصومت بین شما بود؟ باور داشتی زنده میمونی؟ عموما از این حادثه کمی نقل کن. شما این سیر رو از کجا میدونید؟ من شکرانه درباره همه آوازخوان‌هایتان، درباره همه روزنامه‌نگارهایتان سیرها رو میدانم و از این سیر نیز من بیخبر نیستم. تشکر، چون این برنامه روبرو است و باید من در چشم شما تماشاگران حقیقت رو بگم. در واقع سال 2016 هم بود خطا نکنم، من در هفته‌نامه کار و فعالیت پیش می‌بردم و در آنجا کارگری خوب نیز بودم و هر مقاله‌ای که درباره چهره‌های صنعت می‌نوشتم البته یک تکون در جامعه به وجود می‌آورد و وقتی درباره یک سراینده مشهور که همگان افتخار می‌کنند از هنر او و هنرش در جمهوری و بیرون از آن علاقه شناخته شده است و خوب می‌شناسید همگی و اسمش رو به زبان نمی‌آورم چون بار دیگر نمی‌خواهم که به من و سلیمان فوجی دیگر رو بیارد. یک مقاله نوشته بودم و مقاله‌ام باعث ناراحتی اون نفر گشته بود و بسیاری ها به خانه‌شان که به قول مرده باشند به جنازه رفته بودند و همین چیز به خشم آورده بود ایشون رو و اون کس به من زنگ زد گفته بودند که اگر که فوجیه به سرت اومد این رو دون که از طرف من شده گذشت و ماه رمضان بود و هفتم روزی روزداری بود که من از پیش خود 91 میکرایون میگذاشتم و همین وقت نگاه کردم که یک ماشین شیشه سیاه به قدم آدم که چگونه من چند متر به آسمان پریده به لطاک رفته زدم و همون وقت چلسم، یعنی که همون جوغم از سه جای شکسته بود، قبرقه هایم شکسته بود، دست و اورنجم خراشیده بود و اون من تمام عضو بدنم مجروح شده بود و یک زن همراه فرزندش که از پیش من میگذشت مرا زود به بیمارخانه رسوندن و وقتی به خود آمدم شکر کردم که زنده ماندم و همگی آمدم بالای سر من، حتی از مقامات حفظ حقوق نیز در این باره پرسان شدن، ولی همین حادثه رو پیگیری کردن و بالاخره درک کردم که این عملی دستگی بود و پناهش رو به خود سپردم و خوب علاقه بردن. به فکرم جزایش رو گرفت و دیگر این خصومت بین ما تمام شد و من چند مدت از کار رفتم و همون صدمه‌ای که به سرم خورده بودم برقرار شد و باز به کار برگشتم و کوشش میکردم که نسبت دیگر سراینده یگان گپی ناحق گپی ناجوی ننویسم، از یادم نمیرود. شکر میگم که زنده موندم، قریب بود مرده بودم. من قائل میشوم که من ماه‌ها حتی در بیمارخانه قره‌بالو در 4 کورپس ها بودم، دکتران با من بسیار خوب نگاهی میکردن ولی من یک ماه فقط با شلنگ خوراک میخوردم و چنان خراب شده بودم که کس میدید میگفت که این چه بیماری دارد که میگذرد. یعنی من امروز باز هم شکر میکنم که زنده ماندم و این حالت رو هیچگاه فراموش نمیکنم.
саломат бошед. Дигар он коратона такрор намекунед? чун як дарс шуд ва ман нахостам ки дигар аз ҳад зиёд чӣ мегӯянд ба Дурӯғ личности нависед. не дурӯғ не личности ҳамон нафар бирасам чун ҳаёти шахсии ҳар як кас ҳаёти шахсии худаш аст ва мо наметавонем бале дахолат дошта бошем. аниқ агар ба ҳаёти шахсии манам расида бошед. пас дуюм фоҷиае ки ба сари ман меояд инро дидонед ки аз ҷониби дуратун мошин не балки чӣ бигӯям камаз мошин боркаш